هزن سوريا ديمقراطيك بيترجع هردمي لپایتخت خلافت داعش للسوريا نيزك دبن و تنه 25 کیلومتران جباجار رقا دورن. در روژا 14 یا اپراسیون کرب فرات که جبال هزن سوریا ديمقراطيك و بره و دچه شروانان کارین پیش و بچن و دو نافچین گرینگ بگرن. او ده اپراسیون گرتنا رقا راگهان جو علی عین عیسا و هزن وان چون نوا باجاروک تل سمن و دنهادا مجولی پاکش کرنا و داره جب بومبین چاندی ین داعشینه. چون ناو باجاروک تل سمن که بلندهی گرینگ و بدوراهی 25 کیلومتران دکوه باکور رقا و که پیشهات و پیشوچون گرینگ جبو هزن سوریا ديمقراطيك تیتا زانین. و هفدم دگل چون ناو باجار دا و ده اپراسیون کرب فرات گرتنا گنده سلس خنیز راگهاند و آماجه بویکر گرتنا و گنده پاش دو روزان جشر و پفچونان دنابرا هزن سوریا ديمقراطيك و چکدارن داعش به دست وان کتیه. اف پیشوچون پاشی ویکتت کروژا چارشنبی فرمانده گشتی یکنیا پاراستنا گل یپگه و هزا سرکه دناو هزن سوریا ديمقراطيك گوت هزن وان لباجاروک من بجی بو روجهلاتا چم فرات وکشیانه و آرمان جوان تولیبون لأپراسیونا کرب فرات داکو باجار رقا بگرن. هزن حوالبندانجی به سرگیریا امریکا پشتوانی لأپراسیون دکه و به ایرشن اسمانی لسر پیگهن داعش تولی و شربویه. هفدم برپسک بلند هزن سوریا ديمقراطيك با آژانسا فرانس پریس گوت حوالبندیا نافدولتی آل دجی داعشه گلک چک و تقمانی رادست هزن وان کریه. روانگاه سوری جبو مافن مروف راگهاند پیش انجام شر یک آلیکر جبو گرتنا رقوه اجمارک اتومبیل لشکری ین وکو همر و گلک چک و جبلخانه بریکا باجار قامشلو جبو هزن سوریا ديمقراطيك شاندن در دورا رقا و کوبانه. لبارای اپراسیون رقا استیوان لوفول پیویدار حکومت فرانسا داغاز جی حوالبندیا نافدولتی آل دجی داعش کرد. ایرشن اسمانی لدجی داعش لسر رقا پیک بینن داکو ری جهاتو چونا چکدارن داعش دنابرا موسل و رقا بگرن. هر دوی کوانه دا روزنامه شیکاگو تریبون یا امریکی گوت گرینگیا کنترل کردن باجار رقا جگرتنا موسل کمتر نینه جبرکو چکدارن داعش ده یک وقت دا و جدو آلیان و توشی زخته دبن و گره براوانی جخو بکن. اپراسیون گرتنا باجار رقا جشش وی هیوی دست بکریه و آرمان جاوی دور پیکران همون رقای داکو زختک زیده لسر داعش چه بکه و دنهادا و جبر اپراسیون رزگار کردن موسل ج چند آلیان و هاتیه دور پیچ کردن. پاش دو هفتیان جوی اپراسیون هزن سوریا ديمقراطيك 33 گند و 8 نافچه جدست داعش داری خستنه.